امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز من تو این ویدیو بهتون آموزش سد کردن تو هرناندز رو بهتون آموزش بدم که میدونم خیلیاتون کارت رو دارید و پلیرهای قدیمی همین کارت رو دارن که خیلی هاشون با مشکل سد نشدن مواجهن. اول از این که میزنین روی خود کارت و روی قسمت گزینه 4 از بالا به پایین میزنید و اینجا این ارتقایی که من میزنم رو باید بزنید و تا این تو هرناندز سد بشه و حالا اینجا کانفرم رو میزنیم و منتظر میمونیم که تغییرات انجام بشه و میبینید که اینجا تو هرناندز من سد شد و ببینیم که با چه مربی های این سد میمونه. حالا ما با مربی معمولی امتحان میکنیم، ببینیم که نه سد نشد، فقط با مربی مثل ژاوی آلونسو و لوئیس دلافوئنته که هنوزم من جپکش هست میتونید برید بخرید، اونو برید بخرید و تو هرناندزتون رو سد کنید. خیلی ممنون ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.